ویدیو قرار خریت 2 تا جوان ایرانی رو ببینید به نام امیر و سینا که قرار 24 ساعت با $2 توی مشهد زندگی کنن. به نظرتون میتونن یا نمیتونن؟ بی معطلی بزن که بریم این ویدیو رو نگاه کنیم. سلام رفقا، چطورین؟ خوش اومدید به چنل ایسینز. قراره با هم دیگه 24 ساعت توی خیابون باشیم، ولی با یه سری از قوانین. اینکه کلا نفر $1 معادل 50,000 تومان تقریبا میتونیم خرج کنیم توی 24 ساعت. اینکه مکان سربسته یا روبسته جای گرم نمیتونیم بخوابیم، باید تو خیابون باشیم و از وسایل نقلیه مثل ماشین، مثل تاکسی، اسنپ، نمیدونم تپسی، اینا کلا نمیتونیم استفاده کنیم. فقط تنها وسیله که میتونیم ازش استفاده کنیم مترو و اتوبوسه. الان ساعت 10 شب این چالش شروع میشه واسه ما تا 10 شب فردا و اینکه دمای هوا الان 0 درجه است ولی قراره برسه -2 درجه. بریم که داشته باشیم ببینیم چی میشه. ساعت تقریبا 11 شبه. یه مکانی رو به ذهنمون رسید، یه حالت بام مانند داره، یه 4 کیلومتر باش فاصله داریم. قرار بریم اونجا ببینیم میشه خوابید. هوا هم شده -1 درجه. تا برسیم اونجا دیگه باز ویدیوهای اونجا هم میبینیم. ساعت 12:30 شب جا واسه خواب پیدا نکردیم، داریم وسایل نمردن رو جمع میکنیم، آتیش روشن کنیم. 24 ساعت سعی کنم. شهر شلوغ، در حال پیدا کردن چوب برای زنده موندن. کلی چوب جمع کردیم، اینا الان داریم نزدیک لوکیشنی میشیم که میخوایم بخوابیم. هوا -1 درجه، کوه هم هست تقریبا. ساعت هم 1 شبه و کل مسیر از سجاد تا اینجا رو پیاده اومد. 10 کیلومتر. من در نمیزنم، میام با لگد. یا آبو چوب خریدیم. چند؟ دو سرجان 12 تومن. از ساعت کم میشه. از ساعت تومن کم میشه. یو الان داریم سعی می‌کنیم آتیش روشن کنیم چون هوا واقعا سرد. ساعت 2:45 دقیقه و هولوش 4 ساعت و خورده‌ای از چالش گذشته. فقط 20 ساعت دیگه مونده. هوا هم -1 درجه. در حال شکوندن چوب. هوا -2 درجه. سینا قطعش کن، داره شارژ نداری. موفق شدیم که آتیش روشن کنیم. دم امیر آقا گرم. ساعتم 3:30. ساعت تقریبا 4 صبح. سینا بی ناموس دلغک. ساعت 5 صبح. کیسه خواب من سینا بدبخت کنار آتیش خوابیده. صبحت بخیر عزیزم. ساعت 6:30 یه ذره خوابیدم. سینا ولی همیشه کیسه خواب من نکنموش خیلی سرد، سگ سرده. اما فکر کنم الان -2 یا 3. اونم کوه. خب کارمون تو کوه تموم شد. سینا هم بیدار شد. الان ساعت 7 صبح. الان داریم از کوه میریم پایین که چیز کنیم، بریم یه اتوبوس سوار شیم، بعدش هم مترو سوار شیم بریم سمت حرم، اونجا یه صبحانه بخوریم، بعدش هم اگه بشه بریم سمت اون آدم فضاییه که تو گوگل هم سرچ کنین هستش که تو حرمه. خب به مقصد اول یعنی حرم رسیدیم. کیفا رو هم رفتیم تحویل دادیم امانات. مرگ قراره که الان بریم کجا سینا؟ موزه آدم فضایی حرم. ساعت چنده؟ 8:20 دقیقه صبح. بریم تا ببینیم موزه ساعت چند باز میکنه. سینا نظر راجع به چالش چی؟ دهن همتون دلیلیز شد. ساعت چند؟ 10:06 الان زنگ موزه
موزه هرم به دنبال آدم تازه بود. اینا یه توضیح در مورد اسکناس موزه. ما یه اسکناس اینجا داریم فکر کنم مال زمان 1325 بوده. یه اسکناس از آقای رضا پهلوی و یه اسکناس ما زمان دوره درد و نفری درد و نفری بالاخره پیدا شد چیزی می‌خواستیم. شبیه این سینما مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. چی اساسا؟ کارم حرم تموم شد. صبحانه 2 تا نون و یه پنیرخامه‌ای شد روی هم 17200. واقعا دهنمون که گفتین چالشو بگیرین واقعا ساعت 1 ظهره. بچه حمید انقدر خسته است که تو اتوبوس خوابش برده تا اینکه ساعت الان 20 دقیقه است نهار بخوریم یه تا شب ببینیم چی میشه. ولی واقعا نخستی بوده میگیری جفتم. ولی بعد آخر مجبور شدیم که اکبر فلش ناهار و شام رو یکی کنیم چون نه تایمی مونده بود نه پول. چقدر مونده پول سینا؟ کلون 2000 تومان. 2000 تومان. الان ساعت 7:30. ایشالا تا 10 دیگه تو خیابونیم دیگه تموم کنیم. شام هم بزنیم دیگه تا ویدیو بریم. یا تو این ساندویچ میتونیم بیماریای از سال قبل 2020 رو همه رو بخوریم. این چالش هم تموم شد. تقریبا 2 دقیقه دیگه تموم میشه. ما تمام قوانین رو رعایت کردیم و اینکه 2000 تومان کلا از پولمون مونده. خیلی چالش کوچه رو سختی بود واقعا. هر کی میخواد انجام بده انجام نده. ما تو کوه خوابیدیم، تو مترو خوابیدیم، تو اتوبوس خوابیدیم، تو پارک خوابیدیم. واقعا سخته. تا کسی اینجور جاها نخوابه درک نمیکنه. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدین. این سختی‌ها رو ما داریم به خاطر شما میکشیم. لایک و کامنت یادتون نشه. اگه دوست داشتین هم واسه ویدیوهای بعدی میتونید ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله حرفی نداری آفینا. دمتون گرم. فعلا خدافظ. امر آقای ندا ناس این صبحانه چی نه بگو خواهید گفت هر چی که گفتم بگو. یه بار مرسی که تا اینجا ویدیو با نه دیگه از اول بریم. میخوایم بریم از اول بریم.